فیلم پلید آخوندی از طریق ارگان‌های مختلف سرکوبگرش و ارگان‌های جاسوسیش مثل از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اینها با خرج کردن انبوه پول‌های چاپیده شده از مردم ایران تلاش میکنه که یه جوری چهرهشو بزک بکنه و از جمله سریال ها و فیلم های مختلفی میسازه که واقعا یکی از یکی مضحک‌تر. حالا ممکنه سوال بشه که این بحث چه ربطی به 13 به در و برنامه ویژه 13 به در داره؟ اونجایی که همیشه طنز بخشی از برنامه هامون هست در روزهای جشن، دستاندرکاران طنز در سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران یکی از این فیلم ها رو که خود رژیم ادعا میکنه که سیاسی ترین فیلم تاریخ ایران هست و در واقع فیلمی که بیش از هر فیلم دیگه‌ای به طور مستقیم سناریوش در وزارت اطلاعات نوشته شده و حتی تصاویری که در پایان فیلم به عنوان دستاندرکاران میارن همه چهره‌های منفور سرکوبگر رژیم هستند، بهش پرداختن و با دیدی طنز قسمتی از این فیلم مضحک رژیم رو خدمتتون ارائه میکنن. قلاده‌های طلا، سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. در این برنامه نگاهی داریم به فیلم قلاده‌های طلا، شاهکار سینمایی وزارت اطلاعات، افشاگر فتنه‌های پشت پرده و تمجیدی از توان سربازان گمنام نظام. این فیلم هشداری است به فتنه‌گرانی که اندیشه شیطنت را به خصوص در انتخابات آینده در سر می‌پرورانند. قلاده‌های طلا، سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. در ابتدای فیلم قهرمان داستان یکی از مدیران وزارت اطلاعات را می‌بینیم که مثل فیلم میشن ایمپاسیبل وارد ساختمان نفوذناپذیر وزارت اطلاعات می‌شود. بله، می‌بینیم که وزارت اطلاعات هم مثل فیلم‌های خارجی از این چشمی‌ها دارد و این نشانه اقتدار است. در صحنه بعد کارگردان نمای داخلی ساختمان وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد. تازه در این سکانس متوجه می‌شویم که مأموران وزارت اطلاعات همه شپشو و گریکولی نیستند، بلکه تو مایه‌های شان کانری و شامپنی هم داریم. خیلی خوب، الان می‌بینیم. یکی هم ناصر جورج کلونی ایناست. هزاران مأمور گمنام هم از پشت مانیتورهایشان در حال کنترل همه جا هستند، حتی خانه شما. در سکانس بعد یکی از دشمنان خطرناک نظام را می‌بینیم که مخفیانه از فرودگاه وارد خاک ایران می‌شود، اما این ورود از چشم وزارت پنهان نمی‌ماند. آقا سلام، خوش آمدید، بفرمایید. در میانه راه برای اینکه هیجان فیلم بالا برود، کارگردان با یک SMS به دشمن نظام اطلاع می‌دهد که راننده فرودگاه وزارتی است و او تحت تعقیب میباشد. دارن تعقیبمون میکنن؟ تعقیب واسه چی آقا؟ من در شب این مسیر رو میام و میرم. این شبا تهران قوقاست آقا. خدا نکنه یه مسافر بخواد بره اون بالا. مردم خواب و زندگی ندارن که. تا نصف شب تو خیابونا ولوان. جون شما. بلافتت رضایی هول کرد. اینجا رو به پیچ راست. چشم. اینجاست که دست استکبار از آستین کت دشمن نظام بیرون می‌آید و گردن کلفت و بیگناه مأمور جاسوس قاتل وزارت را خرد می‌کند. حالا دشمن نظام که مسلح شده بعد از یک تغییر قیافه به سبک تام کروز وارد شهر می شود. چوغندرم اینجا وسط عملیات خبردار شدم. وسط عملیات
بعد از در رفتن دشمن نظام از چنگ وزارتی ها، بحران در درون وزارت بالا میگیرد. خاک بر سر بی‌عرض. جاسوس رفت تو لک رضایی. بلافاصله تیپ شونکانیریشون با یک کلیک چپ آمار دشمن فراری نظام را میگیرد و همه متوجه میشوند که او مازیار نام دارد و در اشرف بزرگ شده است. وای چقدر خطرناک. مازیار فنایی زاده تو اردوگاه اشرف بزرگ شده، بعد شده مأمور MI6 با یه پاسپورت قانونی به نام امیر فتی وارد ترکیه شده، 2 ماه اونجا مونده، بعد اومده ایران. حالا همه این بدبیاری ها در زمانی رخ میدهد که تب انتخابات آزاد ریاست جمهوری بدجور بالا گرفته است. احمدی بای بای، احمدی بای بای، احمدی بای بای. یه ماه 20 تا گزارش دادم آقا اوضاع مملکت کمر در عقبه، یه کاری بکنیم. یه دونهشون انتقال ندادن. از کجا میدونی انتقال ندادن؟ آثار این شلوغی ها تأثیرات خودش را بر روی مأموران وزارت گذاشته و آنها را به جان هم انداخته است، به طوری که دشمنان نظام فراموش شدند. پس چی شد آن روحیه بسیجی وار دفاع مقدسی؟ حالا هی مانور وحدت اجرا. این هشداره، باید یه کاری بکنی. هر کی رگ گردنشو بیشتر داد بیرون دلسوزتر نیست. فهمیدی نام این گنگ کاری تو دادم به حفاظت داری تلافی میکنی؟ از کجا فهمیدی؟ بالاخره منم منابع خودمو دارم. فکر کردی فقط خودت به سیستم وصلی؟ بعدش هم ربطی به این مسئله نداره. بهت میگم مملکت بحرانی شده، چرا نمیفهمی؟ کار منو به خودم یاد میدی. اون موقع که من بحران رفع و رجوع می‌کردم جناب عالی انشاء تابستان خود را چگونه گذراندی مینوشتی. میخوای کار انتخاباتی بکنی؟ استعفا بده برو بیرون. من تا نفهمم جاسوسی که تو مشتمون بود چه جوری فرار کرد کوتاه نمیام. این بس ربطی به شکایت از من نداره. واسه چی خط مبحث می‌کنی؟ بگو جاسوس کجاست؟ یه اعتراض کردیم دستی می‌خوای ما رو مسئله دار کنی. آره تو داری یه چیزی از ما پنهون می‌کنی. تنبیه بدنی ممنون شده آقا معلم. حالا برای اینکه خیلی هم سیت نشود و بینندگان فکر نکنند که فقط وزارتی ها مشکل درونی دارند، کارگردان با هوشیاری اطلاعاتی خاص خود سکانس بسیار تاثیرگذاری را از حضور انواع دشمنان نظام در یک خانه تیمی به تصویر کشیده است. دیالوگ های این سکانس که توسط شخص حاج آقا مصلحی نوشته شده بسیار طبیعی و مطابق منویات مقام عظمای ولایت می باشد. بدون هیچ توضیحی این سیاسی ترین سکانس سیاسی ترین فیلم تاریخ سینما را با هم می بینیم. اینم کد طرفداران ما. 4 تا پیروپاتال زبار در رفته که این همه سیکرت بازی نمیخواد. جوجو خبر زبار من از کجا داری؟ تو که ضرب شست مبارزه ما با اعلی حضرت یادت هست؟ بله، به عنوان مبارزه با امپریالیسم. الان که شب و روز تو دامن امپریالیسم خوش رقصه میکنین، چیکار پرسابقه؟ تو چی میگی؟ نمایشگاه بدلی جات. در حالی که دشمنان نظام و مأموران وزارتی تحولات را لحظه به لحظه رصد میکنند، ناگهان در اوج درام مقام عظمای ولایت بدون اینکه در فیلم حضور داشته باشد دکتر احمدی نژاد را از صندوق رأی بیرون می‌کشد. محمود احمدی نژاد پیروز 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد و اکنون در همان خانه تیمی فسقلی که در سکانس قبل دیدیم دشمنان نظام با یک لپتاپ دوزاری ابتکار عمل را به دست میگیرند و با گفتن یک اسم رمز بسیار پیچیده کل جریان فتنه را هدایت میکنند و میزنند بابای نظام را در میآورند. اجازه بدید برم پیش بچه‌ها. این پیامو رمزش کن بفرست برای همه هوادارا و وبسایت‌های مرتبط. بفرمایید. پیام تقلب بزرگ، مأموریت مقابله با کودتا علیه ملت، محل جلوی وزارت کشور و خیابان تخت طاووس. بله قربان، اقدام میشه خبر شد. از نظر منتقدان یکی از نقاط برجسته این فیلم بیان قوی ترین جملات وزارت اطلاعات توسط شخصیت‌های تأثیرگذار فیلم است. به این ترتیب حرف‌های صدمن یک قاز وزارتی در این فریم جدید بسیار باورپذیر می‌شوند. به سفارتخونه خبر رسید که بعضی مردم به طرف تخت طاووس در حرکتن. مردم عادی زودتر پیام سازمانی گرفتن. اینا ارتباطی به شما نداره. مردم واقعا فکر میکنن که تقلب شده.
با این حساب منم میگم طرفدارای بهاییت و سلطنت پیامو گرفتن. ایشون هم میفرمایند مردم گوش به فرمان MI6 اما شما مطمئن باشین پاش بیفته مردم میگیرنتون و تحویلتون میدن. این سال 60 لیدی. دشمنان نظام بعد از اینکه حرفهای وزارت پسند را بین یکدیگر رد و بدل کردند، اکنون میروند که فتنه را برپا کنند. الان تو صحنه باشید، تو تخت‌آووز منتظرتونم. خفم شد. در سکانس بعدی میبینیم که تعداد کمی از جوانان تجمع کردند و منتظر هستند که یک نفر بیاید و فریبشان بدهد. نترسید، نترسید، همه با هم هستیم. ناگهان دشمنان نظام وارد میشوند و با رادیکالیزه کردن تظاهرات آن را به آتش زدن اتوبوس‌ها ارتقا میدهند. میگویند مقام عظمای ولایت از دیدن این سکانس بسیار ترسیده است. حالا سری به مقر وزارت میزنیم، جایی که سرهنگ‌های دانه درشت نیروی انتظامی پاک دست پاچه شدند، ولی مأموران وزارت با آرامش قهوه میخورند و صحنه را رصد میکنند. راه رو باز کنید. دکتر جان، این شورای عالی امنیت ملی بالاخره چه تصمیمی گرفته؟ نمیدونم، وزیر رفته هنوز خبری نشده. پس بفرمایید آقا منحلش کنیم بریم پی کارمون. زرنگ جان، جسارتا شما در مورد خیابونای به هم ریخته نظر بدید، نه در مورد وزارت خونه ما غفلت کردیم. قضیه عمیق‌تر از این حرفاست آقای دکتر. دست و پاتون رو گم نکنین، هیجانه. من از این شلوغ بازی‌ها زیاد دیدم. چند روز دیگه آروم میشه. وای پسر، عجب تسلطی. فرماندهی دستور اعزام یگانه بیژه رو صادر کرد. در این نقطه عظما پلاتین میچسباند و برای مقابله با همان اندک جوان فریب خورده تمام یگان ویژه نیروی انتظامی را بسیج می کند. اقتدار نظام رو بچسب. با بالا گرفتن سیل جمعیت در خیابان‌های تهران، آثار ریزش در نیروهای بسیج پدیدار می‌شود. اما با یک تحلیل وزارتی، آن هم از زبان فرمانده بسیج، ریزش از حالت شرشر به حالت قطره‌ای تبدیل می‌شود. چی شده؟ رفتی طولک؟ خوشو ببینم. چی شده؟ من تو راهپیمایی بودم. خیلی اگه همشون حمله کنن. راهپیمایی کجا شروع شد؟ از اواسط انقلاب تا اواسط آزادی. تو این مسیر ما 10 تا پایگاه بسیج داریم. تا الان هیچ گزارشی از پرتاب سنگ یا شعله بسیج داده نشده. پس اینا کیه؟ اون مردم خیلی که تو میگی اگه می‌خواستن اینجا رو بگیرن 3 سوته گرفته بودن؟ ولی بالاخره اینا هم با اونا. نه. این مردمی که تو دیدی سال‌ها واسه مملکت زحمت کشیدن که مملکتشون جمهوری بشه، اسلامی بشه. بهشون گفتن تقلب شده، اونا هم باور کردن. اومدن از حقشون دفاع کنن. ولی بعدن که بفهمن تقلب الکی بوده، آروم میشن. و اینا که با ما حمله کردن، اونایی که مردم قبلا حالشون رو گرفتن، اومدن یه جوری تلافیش سر ماها در بیارن. در این پایگاه بسیج واقعی ترین صحنه های تاریخ سینما به تصویر کشیده شده است. در بیرون دشمنان فتنه انگیز نظام پایگاه را محاصره کردند
و در درون پایگاه بسیجیان مظلومی را می‌بینیم که می‌خواهند با گلوله‌های مشقی به جوانان فریب خورده کمک کنند. پنجره میری مراقب خودتون باشید. رجبی عباسی مشقی میزنن رو اولاد دودزا. از اسلحه خونه بگیر. منم اشکابم. آقای عابدی پایگاه سقوط کنه اسلحه ها بیفته دست اینا تهران میشه تگزاس. بده بابا جنگی بزنیم چتاشون رو بکشیم. همه فرار میکنن دیگه. ریزه میم. یا شما هیچ کاری نمیکنید فقط صبر. به کارتون برسید. در این سکانس یکی از بزرگترین رازهای فتنه 88 فاش می شود. بسیجیان برای دشمنان نظام فقط اسفند دور می کنند و این دشمنان نظام هستند که مثل همیشه خودشان را می کشند. دیدی؟ به جز کارگردان هیچ کس نفهمید که گلوله را کی شلیک کرد. چقدر جیمز باندی بود. آقا تیر جنگی بده فوقش اعداممون میکنن دیگه. در آخر فرمانده بسیج که میگفت مشقی بزنید در راستای کمک به جوانان فریب خورده با گلوله جنگی یک جوان را میکشد. بقیه صحنه‌های این سکانس جگرخراش همه روایت‌هایی از مظلومیت جانسوز بسیجیان بیگناه تا دندان مسلح است که توسط دشمنان نظام و جوانان فریب خورده آش و لاش و شل و پل می‌شوند. آه مامانم اینا. آخری خط تلفنم قطع شد. فکر کنم کابل مخابرات از بیخ کندن. روز بعد مازیار که سردسته دشمنان نظام است باز هم برای ایجاد فتنه راهی خیابان می شود و برای راه اندازی فتنه مثل آب خوردن یک جوان دیگر را می کشد. مأموره! روسیا خط نمیده! این مأموره! به خدا مأموره! به این ترتیب دیگر هیچ شکی نمیماند که تمام جوانهای کشته شده در فتنه به دست خود فتنه‌گران کشته شده‌اند. منتها هیچ کس در صحنه متوجه این موضوع نمی شود و هیچ شاهدی غیر از کارگردان و تهیه کنندگان وزارتی این فیلم وجود ندارد. بمیرم مظلومیت و تنهایی تو کارگردان. اما شرلوک هولمز فیلم این یارو خوشتیپ مکوین وزارتی است که در یک تعقیب و گریز پیچیده با کمک کارگردان مازیار را پیدا کرده و میرود براش. اگر تا اینجا هنوز جذب این فیلم نشده اید با این سکانس اکشن استیون سیگالی کفتان توسط این سوپر هیروی وزارتی بریده می شود. ساعت دشمن نظام هم عمدن همه گلوله ها را به جلیقه ضد گلوله میزند تا فیلم همینجا تمام نشود. در ادامه کارگردان که از پس جمع جور کردن سناریوی هچل هفت این فیلم
بر نمی آید وارد سبک ماسمالیزیشن می شود. منتقدان هم چیزی سر در نیاوردند، فقط فهمیدند که ریزشی ها و نفوذی های دشمنان نظام همه ارگان های نظام را قبضه کردند. این از افسران رده بالای نیروی انتظامی. چند وقته؟ 3 سال. ویزا بگیرم که چه غلطی بکنی؟ برم پسرمو ببینم. این هم از رئیس حفاظت تشکیلات وزارت اطلاعات که تو جنگ و دعوای درونی وزارت دستش رو میشه. حاج آقا دارن یه مطلبی می‌نویسن، نمیتونن شما رو ببینن. آقا مهندس علیکم سلام. پسر تو هیته بندی سرت نمیشه؟ شما کجا درس خوندی؟ شما خلبانه هما نونخور امام زمان. واسه چی داری به اسلام و مملکت خیانت میکنی؟ مزخرف نگو، جمع کن خودتو. ببین آخونده پست و خائن داشتین، حاکم شهر قاضی و پیش نماز بوده و اعدام شده. پس یه آخونده خائن اطلاعاتی هم میشه که اعدام بشه. حالا چی میخوای؟ هیچی، فقط میخوام بهت بگم همه چی رو فهمیدم. گیرت میندازم حجت الاسلام قلبی. به این ترتیب همه ریزشی های وزارت اطلاعات لو رفته و جیم فنگ میشوند. خراب کردم آقا، نمیدونم تو تله افتادم، تله گذاشتم یه من سوژه توی تله دیگه. سلام. الان خانم بچه‌ها فرودگاه دبی هستن. آره. فکر کنم نیم ساعت دیگه ترانزیت میشن. منتقدان از سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نتیجه گرفتند که اوضاع نظام خیلی داغون است. اولا هر 4 نفر از دشمنان نظام می توانند فتنه راه بیاندازند و کل نظام را ببرند زیر بخیه. دوما ریزشی و نفوذی تو ارگانهای نظام قیامت می کند و هیچ کس نمی داند که بغل دستیش ریزشی و نفوذی است یا نه. مسلما خودت که باش در ارتباط نیستی، چون ریسکش خیلی بالاست. به هر حال نفوذی به این مهمی و نمیان به کسی که تو خطر دستگیری وصل کنن. میکنن؟ در پایان ما هم به سبک کارگردان برای پایان دادن به این معرفی فیلم خود از شیوه ماسمالیزیشن یا سبک مترادف فرانسوی آن ماسمالیزاسیون استفاده میکنیم با یک موزیک قوی. الانم مدرک نداری؟